سلام دوستان، خسته نباشید. میخوایم امروز یک آموزش اولیه از کانفی یو آی بهتون بگیم. خیلی آسونه و سریع راه میافتیم. خب اول از همه باید یک پلاگین یا به عبارتی یک کاستوم نود رو نصب کنیم. تو کروم سرچ میکنیم کاستوم منیجر نود، حالا کانفی یو آی اینو بزنیم میاد. بعد ببینید باید وارد گیتابش بشیم. میبینید اسمشو دقیقا باید همین باشه، کانفی یو آی منیجر. دقت کنید و ستاراش هم که میبینید زیاد باشه. بعد میزنید رو کد، کپی میکنید. حالا فعلا نبندین اینو، بعد مینیمایزش میکنید. یه پاورشل باز کنید هر جا دوست دارید. باید برید داخل مسیر کانفی یو آی. حالا میزنید سی دی اسلش سی دی اسلش، یعنی تو هر دایرکتوری هستیم برگردیم. مثلا اگه تو اینجا یوزر ماهان بودی برمیگردیم تو درایو سی خودش. حالا من چون کانفیگرام درایو دیه میذارم سی دی دو نقطه، بعد اینتر میره داخل درایو دی. بعد مثلا سی دی سی دو نقطه برمیگرده داخل درایو سی. بعد ال اس میزنم، لیست محتویات اون فولدر رو بهم نشون میده، اون دایرکتوری همون فولدر. خب میبینید که من داخل سی اشتباهی فهم کردم داخل دی. خب باید بریم داخلش. ببینید من کانفی آی زدم، کانفی یو زدم، اشتباه بود. حالا میزنم سی دی فاصله یه کانفی آی و سی بزرگ یه تب بزنم، بقیهشون میاره. ببینید بقیهش خودش کامل کرد. خب الان داخل مسیر کانفی آی مون هستیم. یه ls میزنیم، محتویتون میبینیم. باید ویرچوال انوایرمنتی که قبلا ساختیم به نام حسن، حالا تو ویدیو قبلی اونو فعال کنیم. یه دات میزنیم اسلش، یه اچ میزنیم، بعد یه اچ آ زدیم، یه تب بزنیم بقیهش خودش میاره. بعد اس بزرگ میزنیم، برای اسکریپت تب میزنیم کامل میاره. بعد یه ای سی میزنیم برای اکتیو، یه تب میزنیم کامل خودش میکنیم. بعد که اکتیو اومد اینتر میزنیم و میبینید حسن ثبت شد، یعنی داخل کانفی آیمون ویچوان ان و حسن فعال شد. حالا باید بریم در مسیر کاستوم نود میزنیم سی دی کاستوم رو میزنیم دیگه، یه تب بزنیم خودش میاره. اینتر میزنیم، بعد میزنیم گیت کلون، دقیقا همینجوری. بعد میریم حالا همون صفحه‌ای که مینیمایز کرده بودیم یه بار دیگه دوباره سراغش میریم. بعد یه کد میزنیم، بعد روی این کلیک میکنیم که کپی بشه. بعد اینجا پیستش میکنیم با کنترل وی یا راست کلیک پیست، یا من مثلا شورت کات داشتم سریع زدم. بعد اینتر میزنیم تا دانلود بشه. دانلود که شد دیگه کارمون تمامه با این قسمت. این کاستوم نود برای اینکه بتونیم نودهایی که گم شده هست، منظور یه ورکفلو باز میکنیم، بعضی نودها نصب نشده، از طریق این میتونیم راحت نصبش کنیم. خاطر همین خیلی مهم و ضروریه. دیگه نیازی نباشه هر دفعه برای نصب نودها اینجوری بیایم کد بزنیم و اینا دنبال کد زدن اینا نباشیم. خب الان میبینید داخل مسیر کانفی آی کاستوم نود هستین. یه سی دی دو نقطه که بزنی برمیگرده عقب، مثل بک برگشت عقب. اینجا الان تو مسیر اصلی کانفی آی حسن هم که فعاله. حالا دیگه کافیه فقط بنویسی پایتون ام ای بزنیم، یه تب میزنیم بقیه خودش پیدا کنه اینتر. دیگه کانفی آی در حال راه اندازی هسته. صبر میکنیم تا کامل راه اندازی بشه، برسه به قسمتی که یه آی پی بهمون بده. آی پی که بهمون داد به معنی کامل راه اندازی شده بدون ارور و مشکل. باید که الان میبینید همینجا اینستال دیپندنسی باید وصل باشیم به اینترنت. زمانی که حالا پایتون میزنید وصل باشیم اینترنت، این دفعه اول به خصوص. این در حال خودش گرفتن دیپندنسی هاش و ایناش هست. صبر میکنیم تا دیپندنسی ها کامل بشه، نصب بشه، دانلود بشه پشت پرده. میبینید میاد لاگ ها رو بهمون نشون میده چی به چی و اینا. حالا اینجا که آی پی اومد دیگه صحیحه، دیگه راه اندازی شد. حالا اینو کپی کنید یا کنترل بگیرید روش چپ کلیک کنید، یا کپیش کنید اینجوری یه تب باز کنید اینتر بزنید، در صورت میاد بالا. الان که اومد بالا
کانفیو هایمون اومد بالا بدون مشکل. این بالا سمت راست میبینید این حالا بذارین بالا سمت راست، بله منیجر، میبینید این نودی که الان نصب کردین اینو اضافه کرد، این پلاگینی در اصل اضافه کرد این. حالا مهمترین بخشش این اینستال میسینگ نودز، کاستوم نودز. هر موقع یه ورک فلو باز بکنیم مهمش این دومی اینستال میسینگ نودز. داخل این میگه کدوم نودها مشکل دارن یا نصب نشدن، میری نصبش میکنیم. بقیه هم منوهاش رو که میبینید، حتی میتونید از اینجا آپدیت کانفیو های میبینید آپدیت کنیم، بعد آپدیت خود کانفیو های آپدیت کنیم، یا حالا دیگه نیازی به کد نویسی نباشه برای آپدیت. دیگه بخش بعدی سمت چپ این منو میبینید، این اصلا به کار نمیاد، اصلا خودتون درگیر نکنید، چیز خاصی هم نیست، هیچی به هیچ. فقط این منیجر از هم مهمتر بود که بهتون گفتم اینا هم حتی هیچی نیستن، اضافه شدن، هیچی به هیچی. بعد با زوم، با اسکرول موس زوم میتونید بکنید، این هم هیچی نیستن. این هم زوم، با این دکمه هم میتونید زوم بکنید، زوم آوت کنید. حالا میتونید حالت فقط نمایش انتخاب کنید دیگه. اینا هم هیچی نیست اصلا، اینا فقط دارم بهتون میگم که هیچی نیستن، خیالتون راحت بشه که نه اصلا پیچیدگی، نه اصلا به کار نمیان. ولی این خیلی به کار میاد. میبینید این زبونه رو که بزنید منوها داخل اینه. این فایل اوپن، یه ورک فلو که همه چی داخلش هست اینجوری باز میشه. اوپن رو که زدید، بذارید من یه دونه باز کنم، مثلا یه ورک فلو، حالا بذارین نه اینجا از قبل خودش یه دونه بازه، میبینید میتونید روش بزنید، دلیت کنید، قبلی رو پاک کنید. حالا همیشه یه دونه خودش نگه میداره، همینجور قبلی هر چقدر پاک کنید بازم یه دونه نگه میداره، مشکلی نیست. میتونه یه ورک فلو جدید باز کنید با فایل نیو، این هم محل قرارگیری دید شما رو نشون میده. بعد دابل کلیک میکنین روی هر جا که خالی بود، دابل کلیک، چپ کلیک منظور، ببینید خالی دابل کلیک کردیم یه سرچ میاد اینجا، اینجوری میتونیم یک نود اضافه کنیم. من اولی نودی که اضافه کردم لود نوشتم و لود ایمیج اومد، کلیک کردم اضافه شد، میبینید لود ایمیج. بعد اینجوری میزنیم روش، میتونیم یه عکس، یه ایمیج رو بهش بدیم، اصلا این ایمیج رو بهش میدیم. این نود ببینید بچه، اینا هر کدوم یه نوده، این نوده. بعد میتونین روش بگیریمش، جابجاش کنیم با چپ کلیک، نگهش دارین، جابجاش کنین. یه ورودی داره، خروجی. این خروجی ایمیج داره، ماسک داره. این خروجیش با یه سیم میشه وصل کنیم به یه نود دیگه. ورودیش هم که میبینید، ورودیش حالا چون خودش لوده دیگه ورودی نداره. بعد دابل کلیک کنیم اینجا رو اسمش، میتونه اسمش رو تغییر بدیم و هر اسمی هم که دوست داشتیم میتونه بنویسیم. از این نظر آزادی عمل داریم. مثلا لود عکس، هر جور دوست داریم. و اینجا اسم اون مسیری که با عکسی که بودین بهمون میگه. میتونیم با این دوتا فلش چپ و راستش کنیم، مثلا چیز خاصی نیست دیگه. حالا بخوایم مثلا اینو وصل کنیم به یه نود دیگه، اینجا کلیک میکنیم روی سوراخه، میکشیمش، بعد خودش پیشنهاد میده، میگه این پریویو نود احتمالا کاربر داره اینجا. خیلی وقتا اشتباه میگه، فقط برای چیزا خیلی سرراست کمک میکنه. حالا در کل اینجوریه. نود بعدیه که پریویو ایمیج بود و خودش آورد و اتصالش رو برقرار کرد. ولی خب رو هر نود که خواستین کلیک میکنید، بالاش یه منو کوچیک باز میشه، میبینید از چپ ران، ببینید اینجا خاموشه. بعضیشون ران خودشون نمیشن، باید برین سراغ نودا بعدی اونا رو ران کنید. حالا ما خروجی هر نودم باید از خروجی وصل کنیم به ورودی نود بعدی. حالا اینجا میخوایم رنگ نود رو عوض کنیم، قبلا که روش کلیک کردیم این منو بالاش اومد، میتونیم هر رنگی خواستیم بهش بدیم، میبینید. بعد کناریش که الان زدیم این رنگ شد، این خطه، میبینید این بایپسه، یعنی اتصال کوتاه. آره این اتصال کوتاه. بذارین در مورد اتصال کوتاه بیشتر بهتون توضیح بدم. این اتصال کوتاه یعنی نودو غیر فعال میکنه،
انگار یه سیمه دیگه، هیچ عملی که باید بکنه انجام نمیده. ولی خب چون تو مدار ممکنه وسط مدار یکی باشه، دیگه نیازی نیست از اول سیم کشیش کنید، فقط کافیه بزنید روی این خطه اتصال کوتاه، خودش فرضش میکنه یک سیمه محل اتصال. همین. بعد خواستیم فعالش کنیم میزنیم روش، فعال میشه. بعد اینم پین آن پین هم حالا نمیدونم چیه، حالا مهمم نیست، چیز خاصی هم نیست. اینم که حالا اینم بلد نیستم سایی رفت. اینم حذفه، نودو حذف میکنه. میبینید حذف شد. الان دوباره یه دفعه دیگه از این ایمیج میزنیم، اولی میبینید پریویو، میبینید یه پیشنهاد میدم، اون پریویو ایمیج رو میزنیم، با این گوشاشو بزرگ میکنیم. بعد حالا میخوایم اجراش، اینم هلپه که مهم نیست. این ران سبز رو میزنید ران شد، اجرا شد، گرفت از داخل نود قبلی عکس رو گرفت و گذاشت داخل این نود. این اولین مرحله رانی که انجام دادید. بعد الان بچه ها میخوام برم یه ورک فلوی از قبل که خودم دارم بیارم. میذاریم روی آیکون منو، بعد میذاریم فایل اوپن، میریم تو مسیر که ورک فلو داریم. ورک فلو در چند مدل هست، پسفندشو یا دات جیسون یا مثلا دات پی ان جی که همون عکسه، با اینکه عکسه اما متا دیتا ذخیره‌ان. حالا من دارم میرم مسیر ورک فلو کار نشه. مثلا ببینید بچه عکسه، خب پی ان جی میبینید، ولی بازش بذارم کنم ببینید واقعا عکسه. ببینید یه عکس از ورک فلو، در ظاهر فکر میکنیم فقط یه عکسه، اما واقعا یه ورک فلوه. خب بازش میکنیم، بعد اینجا میگه این حالا اینا کار نداشته، بعدا بهتون میگم. ببینید همون ورک فلو که تو عکس نمایش داد و اینجا آورد. خب پس ورک فلو ها میتونن خودشون حتی عکس باشن. این همه نود میبینید، ظاهرا برای شما زیاده، برای منم زیاد بود، چند دفعه کار کنین اصلا زیاد نیست. خب بریم یک ورک فلو جیسون باز کنیم، فایل اوپن، همون مسیر رو میریم. حالا من یه ورک فلو جیسون دارم از قبل با پسوند جیسون، میبینید. حالا این اولی اینا که هیچی، میبینید اینا کلا همشون نوده. اینا که قرمزن، حالا یه دفعه دیگه بازش کنم، اینجا بازش میکنیم. ببینید می نویسه این نودها در این ورک فلو در سیستم شما نصب نشدن. میبینید قرمزن. هر ورک فلوی هر زمان باز کنید اولش یه پیام میده، میگه مثلا چند تا از این نودها نصب نشده، باید برید نصبش کنید. بعد ریلود دوباره بزنید، دوباره همون پیامو نشون میده. یه اوپن منیجر داره مال خود کانفیگوهای که درست کار نمیکنن، حداقل یا الان نمیدونم خاطر ایران اینا با فیلترشن هر جور امتحانی کار نکرد. ولی این منیجری که نصب کردیم عالیه. میزنیم رو اینستال میسینگ نودز، یا حالا اوکی میده. بعد میگه ببینید این پکیج ها که داخلش هر کدوم چندین نود هسته، اینا رو نصب که بکنید، این قرمزا بود اینا دیگه میره. منظور این که علامت قرمز میره، نودا دیگه نصب شدن، ورک فلو کامل شده. میزنیم اینستال و نصب. هر کدوم که نصبش تموم شد میگه باید ریست انجام بشه. حالا میتونید تک تک نصب کنید، بعد این ریستارت رو بزنید. حالا مثلا من ریستارت میزنم، کانفرم میزنیم، بعد این پایین لوگا رو نشون میده، پیام‌هاشون نشون میده در چه مدل. اول که میگه این ارتباطش قطع شد، بعد میریم اون حالا سروری که بالا آوردیم پاورشلی که هسته، میبینید داره نصب میشه. میبینید اینستال کالکتد پکیج زیپ، حالا دانلود این فلان، اینا در حال نصب پکیج های اون نودی که اینستال زدیم در حال نصب بشن. اینجا میتونید ببینیدش. تا زمانی که اینو نصب شد خودش پیام میده. حالا بذاریم ببینید، با هم پیش میریم، اینجوری بهتر یاد میگیریم. دانلود میزنه و اینا. بچه اینجا صورت ویدیو رو زیاد کردم که دانلودا رو ببینید. همینجور دانلود انجام میشه و اینا دیگه میرسه به همون آی پی که باید بده. پایینم انگلیسی میرسه all star task have been completed. حالا من برمیگردم به یو آی، به همون کروم، به همون جایی که آی پی رو قبلا دادم. دوباره رفرش میکنم. این دفعه میبینید تعداد گیرای نودای گیرداد تعدادشون کم شده، چون یه دونه نصب شد. دوباره میبینید منیجر اینستال میسینگ نود، حالا اوکی اولشو بیخیال، اینا مونده، باید اینا رو تک تک نصب کنیم. حالا به نظر من یه دفعه تک تک میزنید رو اینستال، همشون رو اینستال میکنید، بعد ریستارت میکنید. حالا میخوایم یک ورک فلو دیگه ای باز کنیم و یه عکس
برای اولین بار یه عکسی رو جنریت کنیم. حالا من این ورک رو من از همون مسیر فایل اوپن اینا باز کردم، از قبل داشتم. میبینید بچه‌ها این ورک رو حالا تعدادی نود داره. اولین مهمترین نود کلا اینه، لود دیفیوژن مدل. من از قبل فایلش رو دانلود کردم، میبینید دارم انتخابش میکنم. این اتصالات برقرار، فقط شما در حد آشنایی بدونید. کلیپ ها بعد توضیحات بیشتر میدم. کلیپ تکس این کد اینجوری جابجا میشه. حالا فلاکس نمیدونم پرامپت وسطش میبینید یه پرامپت زدم تو اون سبزه. این پرامپتی که مثلا تو چت جی پی تی میزنی که یه عکس تولید کا فلان فلان، مثل همونه. بعد این دوال کلیپ لودر اسمشه، حالا مشهوره. و این لود وی ای. کلا این ستا خیلی مهمن و همه جا هم هستن. حالا حفظ کنید لود وی ای و حالا لود دیفیوژن مدل و دوال کلیپ حالا لودر. حالا کلیپ لودر دوال کلیپ فرق میکنه. پس چی شد؟ اینا رو حفظ کنید. بعد اینا هر کدوم یه مدل تو درایو، حالا همون جایی که کانفیو تو هسته داخل پوشه مدلز که قبلا گفتم خیلی مهمه. یه جایی اینا فایلشون چند گیگن، اکثرا دانلود شدن، قرارشون دادم. الان اینجا میام انتخابشون میکنم. یعنی یه چیز از پیش تعیین شده ای نیست، اینا باید از قبل دانلودشو کنیم مدل هاشو. اینجا پرامپت رو می نویسم. یه پرامپت من از قبل نوشته بودم. وقتی نودم، حالا اینا نودا به صورت استاندارد هر اوپن سورس مدل اوپن سورس که میاد یه ورک فلو مخصوص کانفیگوری بهش میده. اینجا میتونیم پیکسل، حالا ارتفاع و ویدوهای عکسمون رو تعیین کنیم. روش کلیک میکنین یه عدد میتونیم بهش بدیم. در حدی که گرافیکمون کشش داره میتونیم اینا رو زیاد کنیم. خب بیشتر دیگه مشکل جی پی یو مموری میده. خب اینجا میایم این کی سامپلر همون خروجی گیرنده همه چیز اینه. خب تمام پارامترهایی که داخل این هست رو میتونیم تغییر بدیم. ولی خب مهمترین پارامتر همین سامپلر حالا نیمه. میبینید دو تا مهم داره، یکی اویلر داره، یکی یونی پی سی. حالا یونی پی سی حالا اینجا اویلره. بعد اون دیگه اولی سید رندومه که چی نیست، یه عدد رندوم. اینجا تعداد استپ هسته. استپ اصولا 20 تا هست. حالا روش وایسی میدین، توضیح هم میده انگلیسی چی هسته. یه CFG هسته، یه استپ هست. استپ منظورش این چند دفعه ترین کنه این مدل، چند دفعه تلاش کنه که عکس اون رو بسازه، هی تلاش کنه بسازه. استپ CFG میگه چقدر به حرف پرامپت گوش بدم، چقدر خودم خلاقیت خرج بدم. بعد حالا این پرامپت رو میایم یه دستکاریش میکنیم، یه خروجی بگیریم. مثلا من این قسمت اضافه رو پاک میکنم. میبینیم میزنم فول بادی ویو آف ا فوتوریالیستیک من، یعنی یک نمای کامل از یک مرد به صورت واقع گرایی. بچه این نوار سبز رو میبینید در حال اجرا شدنه بدون مشکل. اگه مشکلی باشه ارور میاد بالا بهتون نشونه. الان هیچ اروری نیومد بالا، هم سبز داره میره، درصد میخوره. میبینید سر میکنیم تا تموم بشه. حالا من چون تو اوبونتو دارم کار داخل ویندوز، اوبونتوی داخل ویندوز دارن کار میکنن WSL، میایم نگاه میکنیم. بچه میبینید همینجور این پیاما لوی ها رو میده. بعد پایین هم در حال پر شدنه، 20%، 25% فلان تا این 20. عدد 20 رو میبینید، 6 از 20. این 20 همون تعداد استپ هایی بود که داشتیم. حالا واسه صبر کنیم تا تموم بشه. بالا هم سبز رنگ در حال پر شدنه. بعد بچه یه نکته دیگه هم داره که مثلا شما میتونید برای هر دفعه به جای یه عکس چند تا عکس تولید. اینجا میبینید یه دونه است، عدد یک، یعنی به ازای پرامپت اجراش کنید یه دونه عکس خروجی میده. اینو میتونید بر حسب توان جی پی یو تون، حالا مثلا تا 2 3 4، حالا نهایت فکر میکنم 4 من برای RTX 3090 24 گیگ ویرم گذاشتم. خب میبینید این خروجی اولی که بهمون داد چنین شکلی حالا برامون داد اساس پرامپتی که دادیم. حالا روش راست کلیک میکنیم، میتونیم سیوش کنیم، سیو پریویو بزنیم. بعد میتونیم حالا اوپنش کنیم، زومش کنیم،
این نود خروجی پریویوی که بود، حالا اولش توضیح دادم، این همونه. میتونیم باش کار کنیم. حالا بذار یه دفعه دیگه برمیگردیم اینجا. میبینید این اولین ایمیج جنریشنی که انجام دادیم بر اصل پرامپتمون بود. خب بچه ها، این قسمت به پایان رسید، اما برای قسمت بعد حتما پیگیری بکنید، چون که میخواییم بهتون بگیم که چجوری این مدل ها رو باید دانلود کنیم، تو کدوم فولدر قرار بدین، چجوری حالا پرامپت رو یکم بنویسید، چند تا تست و خروجی بگیرید. حالا این نمونه میبینید خیلی مهمه، چون قسمت بعد مهمه که این مدل ها رو باید برین از چه سایتی دانلود کنین، تو کدوم دایرکتوری کانفیو بذارین. یکم اینو یاد بگیرین دیگه، در آینده دیگه هر نوع مدلی بود میدونید باید کجا فایلشو بگیرین، کجا بذارین، لورا چیه، اینا رو دیگه متوجه میشین. خیلی ممنون، تشکر، خدا نگهدار.